استرالیا بالیوز ایران جوالات درکر و بالیوزخانه ایران جی داخست و راگهاند و سپاه پاسداران ایرانی و رخصتنه که تروریستی بدن ناس کرن. حکومت استرالیا روز سه‌شنبه راگهاند که بالیوز ایران لوالات در سینور کردیه. استرالیا کمار اسلامی به ویگه تاوانبار دکه که لپشت دو ارشن آنتی سمیتیک یعنی لباجارن ملبورن و سیدنی بویه. وزیر کار دروازه استرالیا پنی وونگ در کنفرانس اگر چابهمنی در گفت که استرالیا 7 روز مولد دای بالیوز ایران و 3% دنین ایران تو که ولات بترگینن. وونگ هر روزا دازانین که جدما پشتی شر دومی جهان حتی اینها اول جارایکی که استرالیا بالیوز اکی به وی رنگی در سینور دکه. سروک وزیر استرالیا جی بریا دمک کم در کنفرانس اگر روزنامه‌نگاری در راگهاند ایران برپرسه لبر دو ارشن سالا در باسوی ین کل لوی والاتی پیک هاتن. بویر انترسناکن هفته جد ماه 2023 و ورو ما گلک ارشن دجی جوهیان ین انترسناک لدجی جواکا جوهیان یا استرالی دیتنه من اشکرا کرکو اف بویر لاسترالیا جهناگرن ومن دخواست كو رخصنا استخبارات أولهية يا أستراليا وبوليس فدرالي وكا بيشينيك لكل نبكن استخبارات نها ترى خوا استخبارات بباوركم وجشتي و قناعتك إيران دولاني كم دو جوان إيرشان كريا و پشت اکتبر پار ایرشک چه بول استرالیا و پشت را لدیسمبر ایرشک با سر پرزگاه جوان چه بو ایران لپشت هر دو ایرشایا و ایران فرمان به ایرشن زیده تر کر بو اف دزدریجی کارین مترسیدار و خراب بون لسر آخا سوریه با جوان هولان و ایران هول دادا کو پک و جیان و آرامیا استرالیا تک بده ام به همو آوا کی و چند رد کن و ام تدبیرن بهز بگری نبر بر یک نهامن بردم که کیم من ج بالیوز ایران را گفت کو هت درکرین ل استرالیا و همو کارن بالیوزخانه و دهنه راگرتن لاسترالیا هر وها من فرمان کریه که سپای پازداران جی وک رخراک تروریستی بهت ناسان و معاملات گلب کرن و هم دخوازن او کشتنا لرشلات ناوراست هيا بيت الرواستاندن او من الميلانيا اللي ويدري هي اسنا خازن بيت ويدري ايراني هاول دايكو ويشان ديبكا و فاغويز نافا استراليا وان هاول دايكو استراليا جو بكوجن پیغام حکومت آمن پیاموان رونه پیام که با استرالیان کل دیشی دجاتی کرنا جوهیان بن